اینجا عربستانه، جایی که دارن با میلیاردها دلار برای خودشون تاریخ میسازن. و اینجا تخت جمشید ماست، نمادی که زمانی برای برندسازی جهانی ایران اون رو به رخ دنیا کشیدیم. خبر اینه که با افزوده شدن حدود 900 هکتار به محدوده شهری مرودشت، حریم تخت جمشید با تهدید جدی برای حذف از یونسکو روبرو شده. عربستانی ها دارن هویت میسازن و ما داریم روی هویت و فرهنگ خودمون سیمان میریزیم. برای همینه که هشدار یونسکو درباره احتمال و خطر حذف تخت جمشید یا بقیه مکانهای ثبت شده ایران از یونسکو یک خبر معمولی نیست که فردا فراموش بشه. یک اعلان حذف از یک روایت جهانیه. وقتی حذف بشیم یعنی رسما به دنیا میگیم این نمادها دیگه اولویت ایران نیستن. ما صلاحیت نگهداری از فرهنگ، هنر و تاریخ خودمون رو نداریم. چرا این اتفاق میافته؟ این دارایی توی لیست اولویت‌های تصمیم گیران و مسئولین نیست. همزمان که روایت چند هزار ساله ما داره رها میشه، رقیب منطقه‌ای ما داره برای خودش هویت میسازه. در واقعیت زنگ خطر حذف هر کدوم از این نمادها و مکان‌های هویت ایران از این لیست عقبگرد از میراث بشری به یک ویرانه محلیه و فراتر از بحث میراث فرهنگی بحث آبروی جهانی ایرانه. این ما هستیم که باید راوی باشیم. وظیفه ما اینه که جلوی فراموشی بایستیم، با حرف زدن، نوشتن، نشر دادن. ما باید اونقدر این داستان رو تکرار کنیم که اولویت بشه.